پیشاپیش تبریک عرض میکنم فرارسیدن سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و محضر شما و اینکه فراموش نکنیم ما این روز شاید بگم در ایام عمر ما شاید مهمترین روز تاریخ باشه. بعد از قدیر من مهمتر از این روز سراغ ندارم. اگر امیرالمومنین آغاز این سلسله امامته و اولین تابلو و هدایتگره حضرت ولی عصر از این حیث که تمام کننده این مسیر هست، حتی از جهاتی میتونیم بگیم مهمتره. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که مؤمن کیست؟ حضرت فرمود که با مسلم فرق داره. مسلمون کسیه که شهادتین گفته اما امام زمانش رو قبول نداره یا نمیشناسه. تنها به کسی لفظ مؤمن میشه اطلاق کرد که امام زمانش رو بشناسه. فلذا 6 امامی ها مسلمن، مؤمن نیستن. 4 امامی ها مسلمن، مؤمن نیستن. این آیات قرآن که میفرماد یا ایها الذین آمنو به اونا ربطی نداره. آیه داریم در قرآن میفرماد نگویید ایمان آوردیم، بلکه بگویید اسلام آوردیم. قولوا اسلمنا، حق ندارید بگید آمنا. شما مؤمن محسوب نمیشید. با اون فرمون هایی که مربوط به ایمان است محاسبه در مورد اینها صورت نمیگیره. خب از این حیث شیعه اثناعشری اهمیت پیدا میکنه که امامشو میشناسه. حالا یه همچین روزی آغاز امامت حضرت ولی است اصلا میگه مهمترین روز تاریخ هست. متاسفانه از مظلومیت های حضرت ولی است اینه که همیشه تحت حاشیه اتفاق دیگه قرار میگیره. حتی مجلس قبلی اومده برای حضرت ولی از روز تعطیل کنه، 8 ربیع رو برداشته تعطیل کرده. با این استدلال عجیب غریب که به محض اینکه امام حسن عسکری به شهادت رسیده امامت امام زمان آغاز شده، فلذا 8 ربیع رو این اومدن تعطیل کردن. یعنی روز شهادت امام حسن عسکری اومدن تعطیل. 9 ربیع مردم خوان برن تو مراسمات شرکت کنن، نمیتونن، کارمندن. تا جایی که میتونید این روز رو برای فرزندانتون و خانواده‌تون و برای اطرافیانتون متفاوت کنید. از لباس پوشیدنتون گرفته تا لبخندی که به لب دارید، هدیه‌ای که میخوای به آقا اسباب بازی میخوای به بچه بده امروز بده، لباس میخوای براش بخری کی گفته تا اول مهر باشه. این روز رو براش خاص کن. اون روز عصبانیت کرد ببخشش، بگو به این دلیل دارم میبخشمت. پارک میخوای ببره ببرش. اگه پارک عادی میبری اون روز یه شهر بازی ببرش و بهش بگو این باید در جان او رسوخ کند. میدونید وقتی ما نسبت به یه چیزی حب پیدا کردیم، کشش پیدا کردیم، در اون حوزه تولید منطق میکنیم. هل الدین الا الحب والبغض؟ این دین نه فقط دین ما فکر میکنیم مثلا فقط به اسلام میگی دین. قرآن در سوره کافرون میفرماد لکم دینکم ولی دین. شما هم دین دارید، ما هم دین. هم اون دین حب و بغض داره، هم این دین حب و بغض داره. حب اون خط وسط جاده است، بغض اون گاردریل کنار جاده است. این دوتا من شما رو تو مسیر خودمون، اونا رو تو مسیر خودشون نگه می‌داره. اگه از کودکی در اینها حب و بغض به وجود نیاوری، جاده بدون گاردریل بچه رفته ته دره. براءت اگر نداشته باشه این دین درستی نیست. برای همین تولا و تبرا باید کنار هم دیگه باشه. تولا این خط وسط جاده، تبرا یا تبری همون خطوط هشدار دهنده یا چه میدونم گارد ریل و این چیزا، محافظای کنار جاده. این روز رو ویژه و خاص بکنید برای فرزندانتون، برای خانواده‌تون، برای اطرافیانتون، توی اداره‌ای هستی برای همکارانت. بگن آقا این فرق کرد. امروز خوشحاله، امروز اصلا یه اتفاق خیلی خوبه. بعد اینا جلب محبت میکنه. مستحب، بارها عرض کردیم، باب استفعال یعنی طلب یه چیزی کردن، طلب حب کردن. امروزیش کنیم خود شیرینی. کی بهتر از خدا آدم براش خود شیرینی کنه؟
کی بهتر از اهل بیت؟ نمازم نیست، از نمازم اضافه تره. اون نماز وظیفه چشم کور دندمونه، این اضافه تره. این روز رو ویژه کنید. بگو آقا جان من از همین چیزای کوچیک شروع میکنم، از دست من برمیاد. بعد اینها زیر ساخت هایی میشه که انشالله بر اخلاق ما در کل سال اثر بگذاره، در کل عمر ما انشالله اثر بگذاره. و همین امیرالمومنین فرمود حلیم نیستید فتحلموا، ادای آدمای حلیمو در بیارید. صبور نیستید، اداشو در بیارید. فیگورشو بگیرید میرید تو فازش، بیاندازید خودتون تو اون ریل، ادامه میدید میرید.